Salam. Hello. ¿Cómo te llamas? Dame la mano. Hola. ¿Cómo te llamas? Hello. What's your name? Nana. 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 Encantado, Nana. Aquí estamos con una casa luja de un gato Scottish. Míralo. Esta es la familia real. Míralo. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Estamos en un parque de atracciones. Tenemos todos. سه ماهشه دختر بریتیشه با چینچیلا بعد دیگه شیطون خوشگله با مزه شکارچی بزرگ Mi amigo la trata como un perro. Tira la bola. Nana, Nana. Suavemente, bésame. Parece cocaína, míralo. Es el pollo rallado. Escucha. No come comida seca. Solo pollo. ¿Qué quieres? Vení, 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 vení. Dame la mano. Dame la mano. Déjalo. Deja el cable. Nana. Quiere estropear. Fantasmas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Ave María. Es el regalo para los gatos. Cuando tratan bien, tiramos uno, es como una pastilla. Y como son cazadores de antigüedad, tienen que esforzar para sacar la pastilla y cazarla. ¡Bravo! ¡Qué buen cazador! Es un gato british, pero parece un perro. Míralo. این برس شونه کشیه هر روزه که بخار آب سرد داره برای شفاف سازی پوستشون لطافت پوستشون که این بخار میزنه بعد شما شونه میکنی مخزن آب داره که آب میریزی توش از پلاستیکه سیلیکونه آره؟ سیلیکونه شروع میکنی شونه کشیدن خودشون میخوابن لذت میبره چون ماساژ میگیره کیف میکنه خورخورش هم در اومد میری بالا شکمشو ماساژ میدی تمام گره ها وا میشه نه نزدیک آلت تناسلیش بریشی قاطی کرده خب همه موهایی که اونجا بود میادش اینجا باید شما بری Madre mía. Dámelo. Esta pola. Estamos en una galaxia de planeta. ¿Qué cojones estás haciendo? Dice contigo. ماست برای کیست موه موهاشون رو که لیست میزنن میره توی شکمشون اینو بهش میدن
هر روز برای بزرگا، هفته 2 بار واسه کوچیکا که کیست مویی رو راحت‌تر بتونن دفع کنن. اینم که مولتی ویتامینشونه. Mira el comando. Tiene la velocidad. پامو کنم تو. نمیتونم خیلی زیاد میگشتم. اینجا باید موهاشون کوتاه بشه که وقتی دستشویی میکنم به اینجا نچسبه، که اگرم چسبید بتونید بکنیشون. کوتاه باید باشه، بعد از دستشویی اذیت نشن، چون اینا لانگ هیرن، موهای خیلی بلندی داره، بخاطر همین میچسبه بهشون. بعضی 3 ماه رو که میگیری تا 3 ماه 4 ساعت بیشتر نباید تنهاش بذاری. هر 4 ساعت یک بار باید بیاری بهش سر بزنی تا بدونی که مثلا کجاست و چیکار داره میکنه. چون اگه بالا استیک 3 بار در روز بالا بیاره غذاشو یا حالت هوا داشته باشه، باید ببریش. موقعی که خیلی دوست داره رو بهش میدی، بیشتر از هر تایم دیگه باهات بازی میکنه، باهات میگرده، بعد بیشتر از همیشه هم خودشو میچسبونه بهت و لیست میزنه. یعنی که من تو حالت نرمال، تو حالت خوشحال، دستمال مرطوبه، مخصوص چشمشونه که تو نباید با دستمال معمولی تمیز کنی، حتما باید با دستمال مرطوب چشم این کارو انجام بدی. نگاه کنید، اینو میگیرید شروع میکنید چششو تمیز کردن. دور چشش غذا میچسبه، مایه های غذایی میچسبه، اشک میاد ازش. قشنگ چششو تمیز میکنی، قشنگ همه جا تا تمیز و مرتب بشه، بعد میذارید بره. اینم